بینەرانی خۆشەویستی بەرنامەی تەوارەکان سڵاوتان لەبێت. جارێکی تر و بە تەوەرێکی تر هاتینەوە خزمەتتان. جۆرەکانی دەستدرێژی جیاوازن بە مانای گشتیەکەی هەموو جۆرە سنوور بەزاندن و دەستدرێژیکردن بۆ سەرمافەکانی مرۆڤێک کە ئەمەش دزی و چەواشەکاری و خیانەت لە ئەمانەت و بەرتیل و چەقۆوەشاندنش دەگرێتەوە تا بگاتە کوشتن و جەنایەت. بەڵام دەستدرێژی بە مانا سنووردارەکەی دەستدرێژی سێکسی دەگرێتەوە، سوء استفادەی جنسی لە منداڵان و هەر جۆرە پەیوەندیەکی جنسی لەگەڵ کەسێکی پێگەیشت و عاقڵدا کە بە شێوەی زۆرم لێ بکرێت. ئەمەش چ لەلایەنی کەسێکی دەستدرێژکەر و نەخۆش بێت یان لەلایەن پیاوێک یان مێردێک بێت لە ژووری حەوانەوەکەی لەگەڵ هاوسەرەکەی هەر دەچێتە ژێر ناوی دەستدرێژیەوە. بابەتی دەستدرێژی وەکو هەموو بابەتەکانی تر لە ئەمڕۆدا لە ڕوانگە جیاوازەکانەوە خوێندنەوەی بۆ کراوە، بەتایبەت لە ڕوانگەی دەروونناسی و دەروونناسی کۆمەڵایەتیەوە. لە هەندێک ڕوانگەوە فوکوس دەکرێتە سەر کەسی دەستدرێژکەر و مەیل و خواستە دەرونیەکانی دەخوێننەوە. لەم سیستەمی خوێندنەوەدا بەردەوام وێنەی دەستدرێژکەر و ئەوەی دەستدرێژی کراوەتە سەر وەک زاڵم و زوڵم لێکرا و پیشان دەدرێن. لە هەندێک ڕوانگەی تریشدا وەک دەروونناسی کۆمەڵایەتی هەم کەسی دەستدرێژکەر و هەمیش ئەوەی بۆتە قوربانی جێگەی بایەخن و لێکۆڵینەوە لەسەر هەردوو لایەنەکەی دەکرێت. بەو مانایە هەموو ئەو شتانە بوونەتە هۆی ڕوودانی کارەساتێکی لەو جۆرە. ئەمەش لە دۆخی کەسی دەستدرێژکەرەوە دەگرێتەوە تا دەکات بەو خواستە دەرونیەی کە لە ئاستی قوربانیدا وا دەکات خۆی بخاتە دۆخێک کە بە ئاسایی دەستدرێژی بکرێتە سەر یان لێی بێدەنگ بێت یان سەخت نەیگرێت. ئەمەش بە مانای ئەوە نییە کە تاوانی دەستدرێژیکردن لەسەر کەسی تاوانبار بکەینەوە و بێتاوان پیشانی بدەین، بەڵکو لەبەر ئەوەیە ڕیشەی قەیرانەکە بدۆزرێتەوە و باشتر چارەسەری بۆ بکرێت. بینەرانی خۆشەویست، هەر وەک نەریتی بەرنامەی تەوارەکان سەبارەت بە پرسی بەرنامەکەمان کە هەمان دەستدرێژی جنسیە، میوانداری بەڕێز شادی ئەمین چالاکی بواری مافەکانی ژنانمان کردووە و چەند پرسیارێکیان لەگەڵ تاوتوێ دەکەین. پرسیاری یەکەم لە میوانی بەڕێزی بەرنامە ئەوەیە خودی دەستدرێژی جنسی چییە؟ تەوزیحاتێکمان بۆ بدەن. تجاوز جنسی لازم هستش اشاره بکنم که تعاریف گوناگونی سر این هست، درک‌های گوناگونی هست تو جامعه که خیلی زیاد با واقعیت منطبق نیست. یعنی تجاوز جنسی که عبارت است از ایجاد رابطه جنسی به هر شکلش بدون اینکه یک فردی تمایل و رضایت به انجام این رابطه داشته باشه، این تصویر رو ایجاد میکنه که این رابطه بایستی حتما به زور باشه و با خشونت روبرو باشه، یا این تصویری که وجود داره که تجاوز حتما از سوی یه عده آدم غریبه صورت میگیره و یا تجاوز در خیابان یا جاهای ناامن صورت میگیره، جاهایی که تاریک هست تجاوز صورت میگیره. این تعاریف غلطی هست که متاسفانه یا درک‌های غلطی هستش که از تجاوز وجود داره. تجاوز طبق آماری که وجود داره 30%ش در خانه متجاوزین رخ میده، یعنی اینکه فردی که تجاوز رو انجام میده قربانی خودش رو میشناخته و دعوتش کرده به خونش یا باهاش رابطه دوستانه داشته و یک ارتباط معمولی بوده این رفت آمد. 30% از تجاوزها در خانه قربانی صورت میگیره، یعنی فرد متجاوز رفت آمد داشته به خانه قربانی، حالا این قربانی دختر صاحب خانه بوده، همسر صاحب خانه بوده یا هر کدوم از این موارد. و بقیه موارد تجاوز هست که در پارک، خیابان، محل کار، وسایل نقلیه عمومی و غیره صورت میگیره. وقتی به این آمار نگاه بکنیم متوجه میشیم که به نظر میاد برعکس تصویری که خیلی از ماها داریم که تجاوز یک امری است که حتما با خشونت روبروست، میتونه از طرف یکی از آشناهای دور و بر ما که به نظر فرد عادی میاد، به نظر آدم معقولی میاد، هم صورت بگیره. در واقع بسیاری از مردانی که تجاوز رو انجام میدن آدم‌های معمولی، حتی برخلاف خوشفکر، حتی بعضا کسانی هستن که خیلی خلاق
و در کاراشون موفق هستن. و ما اتفاقی که میفته اینه که جامعه خیلی مقاومت میکنه که بپذیره متجاوزین از آدم‌های کنار دست ما میتونن باشن و تلاش میکنه فرد متجاوز رو یک تصویر غیر واقعی ازش بده که یک فردی است که خیلی آدم بیماری هست، به لحاظ روحی آدم خشونت طلبی هست، غریبه است نسبت به قربانی خودش و غیره. من میخوام که حتما ما تو درکمون از تجاوز جنسی به این مقوله دقت بکنیم. و نکته دیگه این که وقتی از تجاوز جنسی صحبت میکنیم، در واقع بسیاری از آزارهای جنسی، بسیاری از خشونت‌های جنسی نادیده گرفته میشه و صرفاً درک از تجاوز ایجاد یک رابطه جنسی کامل همراه با دخول هستش که بعد اون موقع افراد میپذیرن پس الان در این لحظه تجاوز رخ داده، در صورتی که تجاوز و آزار جنسی میتونه مراحل متفاوت یا شیوه های گوناگونی از رابطه جنسی با فرد رو در بر بگیره که تجاوز کامل در واقع یکی از اشکال اون هست. همه این انواع بدون اینکه حتی تجاوز به صورت کامل صورت گرفته باشه میتونه آثار روحی روانی بسیار مخربی بر روی قربانیان خودش بگذاره که تا سالها اونها رو همراهی بکنه. پرسیاری دیکە ئەوەیە هۆکارە کۆمەڵایەتیەکانی دەستدرێژی جنسی چین و بۆچی دەگەڕێنەوە؟ اینکه تجاوز جنسی چه زمینه‌ها و بسترهای اجتماعی داره، میتونیم برگردیم به این که بگیم که چقدر توی این جامعه به شهروندانش آموزش داده شده که موظف هستن در واقع احترام بگذارن به حقوق دیگری، چقدر این آموزش داده شده که در رابطه به ویژه زنان و دختران که حق و اختیار در واقع بدن خودشون رو دارن و کسی حق نداره بدون رضایت اونها به این بدن دست بزنه، نزدیک بشه و رابطه‌ای باهاش ایجاد بکنه. و اینکه چقدر توی چنین جامعه‌ای چنین رفتارهای جنسی که بدون رضایت فرد دیگه به خودش اجازه میده که باهاش رابطه بگیره مذموم و طرد میشه، چقدر این عمل به عنوان یک عمل مجرمانه از سوی قانون بهش نگاه میشه. همه این عوامل میتونه به گسترش این پدیده یا کاهش اون کمک بکنه. از طرف دیگه نکته دیگه‌ای که به نظرم میتونه به عنوان یکی از دلایل گسترش پدیده تجاوز رول بازی بکنه درک از موجودیت زن هست تو جامعه. شما تا چه حد زن رو به عنوان یک موجود صرفاً جنسی و برای ارضای جنسی و نیازهای جنسی مردان معرفی میکنه، اتفاقی که متاسفانه در سطح بسیار گسترده‌ای در جامعه ایران امروز اتفاق میفته، و چقدر شما به حقوق برابر این دو انسان احترام میذارین و این رو در جامعه تبلیغ میکنید. آنچه که در جامعه ایران داره اتفاق میفته این هستش که زنان در بسیاری از تعاریفی که میشه اگر دقت بکنید به عنوان کسانی که وظایف معینی دارن و برای تحقق این وظایف نسبت به مردان و نسبت به فرزندانشون اصلا حضور دارن، این حق رو در واقع از زنان میگیره که به بدن خودشون، به حسهای خودشون اعتماد بکنن و حق داشته باشن برن دنبال اجرای این آرزوهاشون. در چنین جامعه طبیعتا مردان این جامعه برای خودشون حق ویژه قائلن، برای خودشون حق رو قائل هستن که برای ارضای نیازهای جنسیشون از هر روشی استفاده بکنن. اینجاست که ما با زمانی که با این روبرو باشیم که به اشکال مختلف جامعه با ابزار خشونت روبروست، یعنی هر روز در کوچه و خیابون زنی به خاطر عقب کشیدن روسریش کتک میخوره، مورد توهین قرار میگیره، مورد توهین آزارهای جنسی از سوی مقامات و نیروهای انتظامی قرار میگیره. بعد به هر کسی حق داده میشه توی این جامعه که تحت عنوان نهی از منکر و امر به معروف بیاد و بر زندگی و سرنوشت این زنان
دخالت بکنه، یا وقتی مردان به عنوان رئیس خانواده حق دارن اجازه ندن زنی از خونه خارج بشه یا سفر بکنه، وقتی حق انتخاب لباس خودش رو یک زن نداره، چنین زنی طبیعتاً از نگاه مردان این جامعه یک فرد دست دوم یا جنس دوم شناخته میشه و تحقیر شده و به نوعی به خودشون حق میدن هر رفتاری رو با این زنان و دختران که گویا زاده شدن برای اینکه نیازهای جنسی اینها رو ارضا بکنن روبرو میشه. این هستش که در واقع سرکوب جنسی توی یک جامعه وقتی روابط آزاد ممکن نباشه، وقتی اجازه روابطی بر پایه حفظ حقوق هر دو نفر در یک رابطه موجود نباشه، زمانی که درک‌های غلطی از رابطه جنسی تو جامعه تبلیغ و تشویق میشه، زمانی که درک از در واقع رابطه بین زن و مرد به درک از تمکین به خواستها و نیازهای جنسی همسر کاهش پیدا میکنه، در چنین شرایطی طبیعی هستش که تجاوز قوه خودش رو از دست میده. تجاوز به عنوان یک عمل منفی در واقع دیده نمیشه. فرهنگ تجاوز در چنین جامعه‌ای گسترش پیدا میکنه. وقتی هم از فرهنگ تجاوز صحبت میکنیم، منظور این هستش که در واقع جامعه به این فکر نمیکنه که تجاوز رو محکوم بکنه. مجموعه زنان یا افراد آسیب پذیر توی این جامعه در جستجوی این هستن که بهشون تجاوزی صورت نگیره. در واقع بیشتر شما تو موضع تدافعی هستین تا موضع پیشگیری از اینکه اساساً چنین تجاوزهایی نه تنها رخ نده، بلکه در زمان انجامش شما بتونین اقدامات به موقع رو برای جلوگیری از اون تکرارش و همینطور برای حفظ قربانیان صورت بدین. ما متاسفانه در جامعه فعلی ایران از چنین موقعیت و بستر اجتماعی برخوردار نیستیم و من فکر می‌کنم که جامعه ایران با توجه به اینکه مثال‌هایی که داشتیم مثلا در اون مهمونی اصفهان یا در بسیاری موارد دیگه که تجاوز صورت گرفته بود و فرد متجاوز اعتراض کرده بود، از خودش دفاع کرده بود، یا نه نیروهای انتظامی و یا نهادهای قانونی به نوعی دخیل شده بودن تو ماجرا، اخباری که پس از اینها ما میخوندیم شما میدیدین که دائما قربانی رو متهم میکنه، مثلا اینکه بعد این زنها بی‌حجاب بودن پس حقشونه، یا آنطوری لباس پوشیده بودن که حقشونه و تجاوز پس بدیهی است، اگر کسی بد لباس پوشیده حق داره هر کسی بهش تجاوز بکنه. و البته بد لباس پوشیدن رو هم این آقایون میخوان تعریف بکنن که چی است. و من همینجا بگم که چون یادم افتاد در تو یک معلمی که از مورد آزار جنسی قرار داده بود شاگردان کلاسش رو و اون موقع یادمه که یا معاون آموزش پرورش یا رئیس وزیر آموزش پرورش در ایران اومد و گفتش که این بچه‌ها خودشون به نوعی تمایل داشتن به این رابطه. من میخوام اینجا اشاره کنم که قربانیان تجاوز در تقریبا اکثر موارد، بیش از 90% موارد زنان هستن و بعد کودکان و البته مردانی هم هستن که مورد تجاوز و خشونت جنسی قرار میگیرن، اما در جامعه آماری این تعداد بسیار پایین هست نسبت به زنانی که مورد خشونت جنسی و تجاوز قرار میگیرن. و لازمه که اینجا من بگم که در مورد زنان و دخترانی که به سن بلوغ رسیدن و میشناسن این رابطه رو، خب در بسیاری از موارد خشونت، ایجاد ترس، تهدید رول بازی میکنه. در صورتی که این مهم هستش در مورد کودکان در بسیاری از موارد ممکنه حتی جلب رضایت اونها را فرد متجاوز انجام بده. یعنی در واقع ما تو زبان عامیانه بهش میگیم گول زدن یا فریب دادن فرد قربانی. به کودکان گفته میشه که این خیلی خوب هست، این کمک میکنه به این که مثلا تو هم خوشت بیاد، و کودکی که اصلا با رابطه جنسی آشنا نیست و هدف
فرد بزرگسالی رو که وارد این رابطه باهاش میشه از دست دادن به بدنش متوجه نمیشه، در واقع در فاصله بین رضایت و خشونت فرد قربانی دائم مجبور هست که تن بده به این عمل. برای همین مهم هستش که درک از رضایت نسبت به این رابطه و اعمال خشونت رو هم در ذهنمون دوباره بهش نگاه بکنیم که در بسیاری از موارد مردانی که این خشونت رو تو جامعه توی تجاوزها انجام میدن گاهی اوقات حتی من رضایت رو میگم به اصطلاح رضایت قربانیانشون رو هم جلب میکنن به شیوه‌های گوناگون. به این دلیل فکر میکنم که طبیعتا شرایط جامعه‌ای که درش طرح مسائل جنسی، آموزش جنسی و آموزش حقوق افراد بیش از آنچه باشه که در واقع ما توی مثلا جامعه ایران باش رو برسیم، در یک حدی باشه که آدم ها به این حقوق واقف باشن و بدونن که کجا ایستادن و چه حقوقی دارن و از رابطه جنسی و حق خودشون بر بدنشون و اعلام رضایت توی رابطه جنسی برخوردار باشن، طبیعتا ما موارد کمتری از تجاوزهای جنسی رو میتونیم تجربه بکنیم که باز هم میگم در جامعه ایران متاسفانه این تعداد تجاوزها و آسیب‌های جنسی دائم رو به افزایش هستش. بە پێچەوانەی ئەو بۆچوونە باو تەقلیدیانەی کە بەشێک دەڵێن یەکێ لە هۆکارە سەرەکیەکانی دەستدرێژیکردن دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی میل و خواستی جنسی لە کۆمەڵگادا سەرکوت دەکرێت کە دوجار ئەوەی لێ دەکەوێتەوە هەموو تاوانەکە دەبەستێتەوە بە سیستمی سیاسی و حکوومەتەوە. بە باوەڕی چالاکانی مافی مرۆڤ و ژنان ئەوە دەبێت بکەوێتە بەر ڕەخنەی هەموو کۆمەڵگا و کەلتورێک کە بێ ئەوەی هەستی پێ بکەن بە جۆرێکی سەرسوڕهێنەر پەرە بە تونند و تیژی دەدەن. دەستدرێژی خۆی یەکێ لە جۆرەکانی ئەم تونند و تیژەیە. ئەوەی وا دەکات دەستدرێژی زۆر بێت لە ناو کۆمەڵگادا هەمووی ناگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە میلی جنسی سەرکوت دەکرێت، بەڵکو بە پێچەوانەوەکەوە دروستە و دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی خەڵکی کۆمەڵگای ئێران و کەلتورە دراوسەکانی هێشتا ڕانەهاتوون بەوەی ڕێگایەکی ئاقلانە بگرنە بەر بۆ ئەوەی کنترۆڵیان هەبێت بەسەر میل و ئارزوەکانیاندا. هەر لێرەدا بە باشمانزانی کە پرسیارێکی دیکە سەبارەت بە تەوەری بەرنامەکە لە میوانی بەڕێزمان بپرسین. ئایا دەستدرێژی جنسی پەیوەندی بە دەسەڵاتی سیاسیەوە هەیە؟ اینکه ربط بین تجاوز جنسی با سیستم حکومتی یا سیستم قضایی حقوقی توی یک جامعه چی هست خیلی روشنه. شما زمانی که توی یک جامعه تجاوز جرم هست، دفاع از قربانیان اصل هست و قربانی میتونه به پلیس و قانون رجوع بکنه، فرد متهم رو معرفی بکنه و از حقوق خودش دفاع بکنه، ابزار و امکاناتی در اختیارش قرار داده میشه که بتونه خودش رو و روحیش رو بازسازی بکنه. طبیعتا در چنین جامعه شما با تعداد بیشتری از شکایات مربوط به تجاوز روبرو میشه و این خیلی خوب هست. در واقع تجاوز جنسی و خشونت جنسی در پرده نمیمونه، در ابهام نمیمونه، در سکوت به فراموشی کشیده نمیشه. فرد متجاوز این امکان رو پیدا نمیکنه که باز همین کار رو در خفا انجام بده و هیچ جایی پاسخگو نباشه. در سیستم قضایی موجود در جامعه ایران ما با این شرایط روبرو نیستیم. یعنی قوانین موجود نه تنها از فرد قربانی دفاع نمی کنند، بلکه در بسیاری از موارد فرد قربانی متهم میشه به ایجاد رابطه نامشروع با یک مرد و نگرانی از اینکه نتونه ثابت بکنه که تجاوزی رخ داده و بعد به عنوان اتهام نامشروع خودش مورد در واقع سوال و پرسش قرار بگیره و با این اتهام به دادگاه بره و در آخر حتی در انتظار احکام سنگینی مثل اعدام و سنگسار در رابطه با دفاع از خودش باشه. نمونه‌های بسیاری که ما دیدیم در ایران که به عنوان در دفاع از خودش فرد متجاوز رو به قتل رسونده برای مقابله با تجاوز
یا زمانی که رفته شکایت کرده و این به عنوان رابطه نامشروع متاسفانه شناخته شده و نتونسته تجاوز رو ثابت بکنه. اینها نشون میده که قوانین حاکم و سیستمی که در جامعه حاکم هست، سیستم فکری که حاکم هست، نگاهی که به زن و مرد و رابطه جنسی اونها حاکم هست، میتونه به میزان بسیار زیادی در گسترش تجاوز یا کاهش دادن به اون مجددا رول بازی بکنه که متاسفانه همونطور که گفتم قوانین جامعه ایران نه تنها قوانین حمایتی برای قربانیان رو در نظر نگرفتن، بلکه حتی مثلا خشونت خانوادگی یا تجاوز در چارچوب خانواده کاملا به عنوان، وقتی میگم خانواده منظورم زن و شوهر هست، اینها کاملا مسکوت گذاشته شده. و یا خشونت جنسی بر کودکان تحت عنوان ازدواج دختر بچه‌ها به رسمیت شناخته شده. در شرایط فعلی ما متاسفانه به هیچ وجه نمیتونیم با استانداردهای جهانی موجود از مقابله با تجاوز و خشونت جنسی در قوانین ایران به طور جدی صحبت کنیم. پرسیاری کۆتایی لە میوانی بەرنامە خەڵک و کۆمەڵگا چۆن و بە چ شێوازێک پەرەپێدەری کردەوە و بیرۆکەی دەستدرێژی جنسین؟ من فکر می‌کنم هر کدوم از ما وظایفی داریم برای اینکه مقابله بکنیم با تجاوز و خشونت جنسی در جامعه. این یک وظیفه‌ای نیستش که خیلی دور از در واقع فعالیت یا کارهای روزمره ما باشه. ما میتونیم در یک بحث دوستانه توی یک مهمونی با فرهنگ تجاوز مقابله بکنیم. ما میتونیم در یک گپ دوستانه در بین فامیل و در و همسایه کمک بکنیم که قربانیان احساس آرامش بکنن. زمانی که شما میشنوین به یک زنی تجاوز شده، شیوه برخورد شما، آنچه که به زبون میارین در این رابطه کمک بکنه که یا با این فرهنگ تجاوز مقابله کنید یا این فرهنگ تجاوز رو گسترش بدین. شما وقتی برگردین بگین حقش بود، اون خیلی بد لباس میپوشید، کمک کردین به گسترش فرهنگ تجاوز. و اگه برگردید بگید مهم نیست قربانی چه خصوصیتی داشته، مهم اینه که هیچ کسی اجازه نداره به هیچ فردی بدون رضایت خودش نزدیکی جنسی بگیره، این اصل هست و حق فرد بر بدنش و حق و اختیار فرد بر بدن خودش میبایستی به رسمیت شناخته بشه. بعد اینجا شما در واقع با این فرهنگ مقابله کردید. وقتی شما برگردید تحت عنوان آبرو، اگر کسی بهتون رجوع میکنه و میگه یک نفر با زور یا بدون خواست من با من رابطه جنسی گرفت، یا من توی خونه از طرف عمو یا اقوام دیگه یا آشنایی مورد خشونت جنسی واقع شدم، یا به شما بگه که من وقتی بچه بودم فلان کس به من دست زد یا با من رابطه جنسی گرفت، برخورد شما به فردی که میاد سفره دلش رو پیش شما باز میکنه یا خبری رو به شما میده، در واقع یکی از معیارهایی است که شما کدوم طرف ایستادید. شما میتونید در این لحظه به فرد بگید حرفش رو نزن، آبروی خانواده‌تون میره، که بعد در این صورت ایستادید در کنار متجاوز، یا میتونید بگید نه، به بهانه آبرو نباید امکان داد که این تجاوزها دائما در خفا تکرار بشه و قربانیان بترسن تحت عنوان آبرو از حق و حقوق خودشون دفاع بکنن و با عواقب این تجاوز که افسردگی، بیماری‌های روحی، ترس، بی‌اعتمادی به اطراف، تلخی نسبت به زندگی، ناامیدی از آینده و همه اینها هست، تنهایی دست و پنجه نرم بکنن. این در واقع هر کدوم از ما میتونیم با موضوعگیری‌های کوچیک، با اظهار نظرهای که به نظر میاد عادی هست، میتونیم درد بیاریم فرد قربانی رو و تحکیم بکنیم جایگاه فرد متجاوز رو، یا بالعکس. به نظر من وظیفه ما هست که زمانی که با یک خبر تجاوز یا اطلاع پیدا میکنیم از یک رابطه بدون رضایت بین دو نفر، به فرد متجاوز برخورد بکنیم، افراد متجاوز رو طرد بکنیم از حیطه ارتباطات شخصیمون، برای فرد قربانی فضای امنی ایجاد بکنیم. حتما
کمکش بکنیم که به پزشک مراجعه بکنه. اگر امکان دفاع قانونی وجود داره حتما از این امکانات قانونی استفاده بکنیم، به این معنی که اگر در کشوری زندگی میکنید که امکان رفتن به پلیس و استفاده از نهادهای قانونی هست حتما این کار رو بکنید و دقت بکنید که در تمام این کارها میبایستی رضایت فرد قربانی جلب بشه، میبایستی خودش تفاهم داشته باشه برای کارهایی که صورت میگیره. در واقع یک بار دیگه با تصمیم گیری به جای او برای بردنش به تمام این مراحل به حقوقش تجاوز صورت نگیره، بلکه با ایجاد یک فضای اطمینان بخوایم که حس بکنه که ما میخوایم کمکش بکنیم و در کنارش هستیم و هر چی رو که اون صلاح بدونه برای اجراش قدم برمیداریم. اینها به نظرم نکاتی هستش که برای مقابله با تجاوز مجموعه ما میتونیم انجام بدیم و جامعه مسئول هست نسبت به این موضوع. اینجوری نیست که فکر بکنیم که تجاوز موضوعی است که فقط مال همسایه است و به ما ربطی نداره. جامعه‌ای که خشونت میبینه، آسیب جنسی میبینه، تمام اعضای اون جامعه ازش آسیب میبینن و مطمئن باشید این به حیطه خارج از دیوارهای خونه ما محدود نمیمونه. برای امنیت خودمون، فرزندانمون و آینده‌ای که باهاش روبرو هستیم و مقابله با تجاوز اقدام امروز تک تک ما ضروری است. دەستخۆشی لە بەڕێز شادی ئەمین دەکەین کە لە بەرنامەی ئەم جارەمان بەشداری کردو بە وەڵامەکانی خۆی بەرنامەکەمانی ڕازاندەوە. یەکێ لەو ئارەزوو مەیلانە ئارەزووی سەکسیە. ئەمە بە مانای تێچوونێک نییە لە شێوەی بەرخوردی مرۆڤەکان لەگەڵ مەیل و ئارەزوویاندا، بەو مانە سیستمی سەرکوت و دەرخستنی غەریزەکانیان بشێوی تێکەوێ. ئارەزووی سێکسی و جنسی تەنیا یەکێ لە مەیلەکانی مرۆڤە کە لەبەر تابۆبوونی لە کۆمەڵگای خۆرهەڵاتیەکاندا کەمتر باسی لێکراوە. لە ئەمڕۆدا بۆ سیرکردنی کەسێک کە لە سێدارە دەدرێت هەزاران بینەر کۆ دەبێتەوە و لاشەی بریندار و کوژراوی ژنێک یان مرۆڤێک دەبێتە وێنەی هەموو لاپەڕەکانی فەیسبوک و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی تر. بۆ لە ناو فیلم و دراماکاندا بەردەوام هاندەر و پاڵپشتی ئەوانین کە دژی یاسا و قانونن. ئایا هەموو قوربانیەک خۆی بە جۆرێک لە کۆمەڵگای ئێمەدا زاڵم و دەستدرێژکەر نییە؟ مرۆڤ گەر نەتوانێ هێز و تێڕوانین و تووڕەبوونی خۆی بە تەواوی و بە جۆرێکی دروست لە گۆڕینی دنیا و خۆ ئازادکردندا بەکار بهێنێت، ئەگەرچی لەناو خەڵکی بەشخورا و مەزلومدا بێت هەر ناتوانێت ڕێگەی ڕاست و دروست بۆ بەکارهێنانی مێلەکانی بدۆزێتەوە. لێرەوە توندوتیژی لە نێو خەڵکانی هەژاریشدا بە جۆرێکی بەرچاو گەشت دەسێنێت. گەر لە ڕوانگەی دەروونناسی کۆمەڵایەتیەوە سەیری بابەتەکان بکەین، دەستدرێژکەر و قوربانی لەناو بازنەیەکدان کە بەردەوام یەک دووپات دەکەنەوە. کێشەی ئەم جۆرە کۆمەڵگانە لە پلەی یەکەمدا ئەوەیە کە بەردەوام وا دەزانن باشترین خەڵک و بێتاوانترین خەڵکی دنیان و بەبێ ئەوەی تێبگەن لەوەی کە لە ناو کۆمەڵگایەکی نەخۆشدا دەژێن و ئەوەش کە هەرسی دەکەن خەڵکێکی بێتاوان و باشن تەنیا وەهمێکە و بس. سیستم کارێکی وای کردووە کە خراپە و توندوتیژی چووەتە هەموو خانەکانەوە. لە دەروونناسیدا دوو غەریزە و مەیلی سەرەکی مرۆڤ ناو دەبرێن بە ناوی مەیل و غەریزەی مەرگ و مەیل و غەریزەی ژیان. غەریزەی ژیان خۆشەویستی و ئومید و مەیلی جنسی دەگرێتەوە، بەڵام مەیل و غەریزەی مەرگ زەبر و توندوتیژی دەگرێتەوە. کۆمەڵگای ئێمە کۆمەڵگایەکە کە غەریزەی مەرگ بەسەریدا زاڵە. هێشتا بڕیاردانی دروست و واقعبینانە و هەموو ئەو شتانەی کە بواری ئەقلانیەت و لۆژیک دەگرێنەوە لە کۆمەڵگای ئێمەدا لاوازە. بەڵێ ئازیزان، هەر لێرەدا هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەم جارەشمان. خوشحاڵ دەبین کە بە ناردنی ڕەخنە و پێشنیار و پێشنیادەکانتان بەرنامەکانمان بڕازێنەوە تا بەرنامەیەکی دیکە و تەوەرێکی دیکە هەر شاد و بەختەوەر بن و ماڵاو.